سلام، من مژگان هستم و اینجا کانال یه دنیا قصه است. از اینکه من رو همراهی میکنید سپاسگزارم. این قسمت قراره داستان باور سن رو از سری کتاب‌های دنیای من فرق داره براتون بخونم. قبل از هر چیز من رو سابسکرایب کنید تا همیشه همراهتون باشم. باور سن یکی از اون باورهایی است که خیلی از ما دچارش هستیم که باید اون رو تغییر بدیم. سن هیچ نقشی در موفقیت ما نداره. ما در هر سنی میتونیم موفق بشیم و راهی رو که میخوایم ادامه بدیم. دنیا همیشه برنامه‌های مخصوص سن خودش رو میدید و امروز خیلی اتفاقی یه برنامه تلویزیونی توجهش رو جلب کرد. مهمون اون برنامه تلویزیونی پسری کم سن و سال بود، اما اون جزو برترین کارآفرینان کشور شناخته شده بود که این موضوع باعث تعجب دنیا بود. آخه چجوری میشه با سن 10 سالگی یک کارآفرین شد؟ برنامه تموم شد و دنیا برای چند ساعتی توی اتاقش با فکری مشغول نقاشی کرد. زمانی که اون برای خوردن عصرونه از اتاقش بیرون اومد، مامان نازی متوجه حواس پرتی دنیا شد. به همین خاطر درباره مسئله‌ای که ذهنش رو مشغول کرده بود پرسجو کرد. دنیا برنامه تلویزیونی رو که دیده بود برای مادرش تعریف کرد و گفت براش قابل باور نیست که کسی توی سن 10 سالگی بتونه مدیر کسب و کار خودش باشه. به نظر دنیا باید حداقل همسن مامان نازی بود تا تونست از پس مدیریت یک کسب و کار و تولیداتش بر اومد. مامان نازی بعد از حرفهای دنیا لبخندی زد و گفت سن فقط یه عدد هستش و چیزی که خیلی مهمه باور داشتن به اینه که تو از پس هر کاری میتونی بر بیای و انسان توانایی هستی. دنیا لیوان شیرش رو برداشت و نگاهی زیرکانه به مادرش انداخت و گفت یعنی منم میتونم کارآفرین بشم؟ مامان با لبخند کیک سیب رو روی میز گذاشت و گفت از نظر من همه توی هر سنی میتونن کارآفرین باشن و از پس هر کاری بر بیان. دنیا اخماش رو توی هم کرد و گفت ولی چجوری؟ آخه من با این دستای کوچولو با این قد کوتاه کدوم کارمندی حاضر به حرفای من گوش بده؟ مامان قهقهه‌ای زد و گفت مهم دستای کوچولوی تو نیست، مهم فکر بزرگ و خلاقانه تو هستش که تو رو تبدیل میکنه به کسی که میخوای. هر چقدر فکرت رو نسبت به خودت و توانایی‌هات تقویت کنی میتونی به بزرگترین موفقیت‌ها دست پیدا کنی. کافیه در خودت قدرت رسیدن به آرزوهات رو پرورش بدی. ممنونم که تا اینجا همراه هم بودید. برام بنویسید آیا شما هم این باور رو داشتید یا نه.